درود خدمت کیانوینی عزیز. با معرفی یه واحد 126 متری دو خوابه، لوکیشن قصردشت آبینی سمت راست، سرویس بهداشتی ایرانی که هیچ اشرافی به سالن نداره. در ادامه یه سالن فلت یه تیکه و یه آشپزخونه یو شکل بسیار بزرگ که نور از شمال میگیره بدون مشرفیت و یه فاصله زیاد با آپارتمان‌های روبرو. حمام عمومی داریم با توالت فرنگی و کلیه جزئیات. خواب اول باز که یه نورگیر خیلی عالی از وید داره با یه کمد دیواری خیلی جادار و عمیق. و خواب دوممون که سازنده اومده این خواب هم مستر گرفته، یه مستر عالی با توالت فرنگی و بقیه جزئیات و یه کمد دیواری بسیار جادار و عریض که این خواب مسترمون منتهی میشه به یه تراس کاربردی. این تراس کاربردی آب و گاز همه جزئیاتو داره که بدون مشرفیت واسه باربیکیو و آشپزخونه کثیف میشه از این تراس استفاده کرد. 126 متر دو خواب، یه خواب مستر، لوکیشن قصردشت، خیابون آبینی، سند ملکی. یه کار بسیار ارزشمند و عالی. بهترین ها رو براتون آرزو دارم.